سرشویی خیلی دارین مادر جان؟ نداریم. ها؟ کنیم نداریم. همینجا آدم میکنین جای سرشویی هم نیسته؟ ای در نام کن جانم. 20 ساله این خانه در زندگی میکنم. یگون مهمون بیا یگون خیش میمون تاور بیا بیا. نمیتونم. همسایه آدم میبرمش. دلت میزنه؟ ها؟ هر شب همین خیلی؟ من درست که ماشینا در سنگ باید میکنم خام ها شما تنگایم خیلی بو میکنم. بو میکنه ها؟ مجبورن که برای یکدیگر خواب کنن. یک خانه حق زندگی کردن داره. دیوال میبینین جدا کردگی دوستان عزیز. ما زیق میشیم برای کردن زیق میشیم. دوستان عزیز هر کسی که در پخش مستقیمین یه لایک کامنت را دریغ ندارین. نوو را با دوستان برای خودتون پدیده سکنین. به خاطر چیه که گریه مادر عذاب پدرم میبینن یگان صاحب کار میاد بداد همین نام میرسه. سلام و درود بر شما. در خانه هر یک اهل مسلمان قرآن وجود دارد، اما بسیاری از ما خواندن نمیتوانیم به خاطر اونه که با زبان عربی است. حالا باشد راه حل این معما را برای شما بیان میکنیم. کلام الله و ترجمه. کلام الله و ترجمه اولین بار در سال 2009 در جشن بزرگداشت امام اعظم رحمت الله علیه در وطن عزیز چاپ شده است. این کتاب را تمام اهل عائله خوانده میتوانند. در 3 شکل نوشته شده است. بیا با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم گفته میکشویم. مثلا سوره عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به زمانه که همانا آدمی در زیان است. انا همین گونه 3 و نام یعنی 3 بر 1 برای تمام اهل عائله. کلام الله و ترجمه. السلام علیکم دوستان و هواداران سونای رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین. خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد. امروز حضور داریم در ناحیه مومین آباد. دوستان عزیز بعد دیداربینی یک مادر عزیز اومدیم. یک خاطر یک خواهر عزیز که 5 یا 7 جای دل شکوفه حاجی پر معلومات از پدر عزیز از مادر عزیز از همش برای شما میگیریم. خواهشمندم دوستان عزیز اول خانه مادر عزیز ببینید. اینا دروازه‌ای که ما میدرویم دوستان عزیز. منزل زیست میبینین، در تریزای میبینین یک خانه ده اجازت زندگی کردن داره. دیگر خانه هاش ای برادرشان ای دیگر شخصیت هم برادران عزیز. با همین خاطر در نوار یا لایک کامنتر دریغ ندار. همین دوست همین نوار با بهترین دوستات روی که شاید دوستی ثواب میشه، زندگی همین خوب میشه و سلامتی فرزندش خوب میشه و ان شاء الله که این خیر جوره برای شما میشه. دستگیری شما پیشروی انمی سلامتی خواهر عزیز حاضر پرختون میبینید. رفتیم. مادر جان بین. ای ماشاءالله. سلام علیکم. خوبین مادر جان؟ تنجین این پوچتون چو کرده با این پوچه هم دست سوزن زده. بخیر آخی دم دوره شب شکسته نیمشته همون رو نیمشته میرم. نگرفتی اینشا سلامتی خوبان همه تنجین ان شاء الله. امروز این ما حیات شخصی و دیداربینی شما با دیداربینی فرزند عزیزتون اومدیم. اجازه هست کمتر همراه شما صحبت کنیم مادر جان؟ تا جایی که ما میدونیم طول 3-4 ماه که همراه ما تماس دارن که اول دخترم وزمینای گفتن که کلاپانای دل شکوفای همه چیز حقیقت داره. همسایه هم میدونن که در شما در همین حاله. همه میدونن حال زورمونه. این حال قشلاق شما زندگی میکنین در ناحیه مومنوبا چی نام داره اینجا دیلولو. سلامت باشین مادر جان عزیز. ان شاء الله امیدوار هستم این قدر از تلی تماشا کردیسن دستگیری میکنن. حاضر ما همراه مادر ان شاء الله پر معلومات برای شما میرسونیم. طول چند سال پیش دو جراحی کردگی بودین؟ این 2015 بعد 2 بار پیرسته خورده. اینا با نام یک ماشین دور دمش 37,000 گفته است ندارم. 37,000 سومون 37 پیرسش میگن. کدوم بلین سو گفتن؟ ولی سه استقلال میگم میگرد و هر دیش میگم. منزل ازیست که عین حال ما اومدیم یک کلوبه برای شما دادگی بودن. همه چیز حقیقت داره یا؟ آره یک خونه اینا 20 ساله این خونه در زندگی میکنم. یگون مهمون بیا یگون خیش میمون تاور بیا بیا. نمیتونم. همسایه آدم میبرمش. یگون تشکی شب مونه خونه همسایه میبری. جان نیست مقصد.
همراه فرزندو هم کلونن از مجبوری همه در یک جا زندگی میکنیم. شام میشه و دختر میگریه میگه چنه میفورم همت خواه کنه نفسم تنگی میکنه دیلشون میجخه ایشا بی کلافانوش ها جوان تنگی خی بو میکنه بو میکنه ها. ای دهنم تون جونم بیر مادر انشالله که نغز میشه و گریه نکنین مادر جان همه چی از تقدیم نشود. امروز ما آمادگیم شاید همین رو سبب شود زندگی شما تغییر بیابد. تو جایی که ما میدونیم دوستان عزیز بیاین مادر جان اجازت هست بیا اینا برادران عزیز دهنی در دیدین اینا حتی درش هم کندگی اینا خونه که میبینین یک خونه حق زندگی کردن داره. دیوال میبینین جدا کردگی دوستان عزیز در این پله اینا حتی جای سرشویی خیلی دارین مادر جان؟ نداریم میکنیم نداریم همین جا میکنین جای سرشویی هم نیسته؟ ای در نام جان مادر جان انشالله گریه نکنین همش نظم میشه. ما همه دستگیری همه کوشش رو برای شما میکنیم. اینا دوستان عزیز همیشه شاید که شب میشه سرشون هم میشوین اینجا جایی که من دیدم میگم جای مثال بانیا جای اوبوسکی نیست یک تا الاخونای یک تا جای مرخونای خکای دیگر هیچ چیز ندارن. این چه یک کلبای میده اردو تا ها چیش نه بیا مادر جان بدرو بشه که خیلی مونده شدی بدرو. دوستان عزیز اینا به نزد جناب خواهر عزیز اومدیم که 6 جای دیلش شکوفای باید جراحیش کنن 37000 مبلغ این تنها حق جراحی کردن راس خود و بعد او لیچری و دیگرش با دلنیش نه. دوستان عزیز با این خاطر حاضر همراه خواهر صحبت میکنیم. درد خواهر میدونه عذاب خواهر میدونه شب بی‌طاقتی را خواهر میدونه. هر یک انسان درد خودش میدونه دوستان عزیز. با همین خاطر از همه چیز بهترین بر هر یک انسان این سلامتی خوبه. بیان همه کسا خواهرچه عزیز سلامتیش خوب کنیم. به نهایت از همه چیز مشکل ترین این زن است که مثال پگه اویله برپا میکنه زندگیش در سلامتیش به نهایت در پره. با همین خاطر سلام علیکم خواهر جان. سازی خوبی خواهر جان. نام چیه؟ مریم. چند ساله ای؟ صنف چند میخونی؟ 5. صنف 5. چند بار جراحیت کردن میدونی؟ 6. نه چند بار جراحیت کردن؟ 2 بار. 2 بار جراحیت کردن. کلاپانای دیل تشکوف شد گفتی 6 جای دیل شکوفه یا برای چه خیلی خواهر عزیز ما یگون درد یگون عذاب داری؟ دو. چه خیلی عذاب؟ شب میخوزم دلت میزنه؟ ها؟ هر شب همین خیلی گریه نکن خواهر جان. انشالله که امروز ما آمدیم دستگیریت میکنیم. خدا نصیب کرده باشه میفورد که مردم دستگیری کنن تیز جراحی تکنن ها در او جراحی عذاب میکشدی بعد ایو چه خیلی بد وزمین بود جراحی حالتی که مکتب میره در مکتب هم تری گرمی و یگون بیماری خیلی همیشه ها انشالله که خواهر جان زیقی نکن ما همه کسا دستگیری میکنیم. اینا اومدگیم از خود شهر دوشنبه چرس فرخور با این ناحیه شما با نزد شما انشالله دستگیری میکنیم. خدا نصیب کرده باشه در حق نفرایی که در حق دعا میکنن دستگیری میکنن انشالله که دعای نیک میکنی. همین خلاصه ها وقتی که شبها گفته که هر شب همین خیلی دلم میجقه یگان حالتایی هست که سلامتیتون خوبتر شوه. بابا دارو میخورم. وقتی که دارو تا بخوری با سلامتی نقض میشوه. اگر با نخوری ها بابا چه خیلی شرایطتون هست که دارو بخرین پس یعنی داروتون خریده میتونه؟ بابا کی میگیره داروتون؟ اتت در اوله چند کسی؟ 6. ها چند پسر چند دختر؟ 2 دختر 2 بچه. کلونی کیه؟ اپا او سوزه نه؟ سوز. شما ای خورده هم خیل بودین مادرزاد یگان بار دو گناهات هم میبینی راه رو دا یورا میبینی سلامتیشون سوز دوات خوز کردیسن زیغ میشه خیلی بابا ها خیلی انشالله که شاید که همین جراحی را میکنیم سلامتی شما اول و آخر با خواست الله مهربان همه چی در دست الله فقط بنده و سبب میشوند. برای مردمی که انشالله که این حال برای شما دستگیری میکنه در حقتون دعا میکنه نکرته در روی اکران پولتون میپرته یگون چی گفتنی اینا روی اکران در چیزی که در دل داره خواهر جان گبزه مردم بعدا دیده برسن دستگیری کنن. چون که اول اختم دیدم این پدر این مادر ایت اگر 10 ساله کار کنن با فکر ما این مبلغ جراحی را یافته نمیتونن. همین خلاصه خودت هر روز میبینی اول مادر تا چقلای اول پدر تا میبینی زیق میشه. بابا ها پدر چی کار میکنه؟ سنگو میره. چی کار میکنه سنگو؟ سنگ بر میکنه. در کمازو سنگ بر میکنن روزی کاری سری کماز پولش میتکنه. بابا
با عذاب خچان درد خچانه اینا با اول مادر تما دیدم پوچش در سوزان زده میخچه زدگی با این نگهبین نکردگی همین ده شخصیت نه آره کان تبزه برای همین نفرایی که خطا تماشا کردن چی گفتن یگان چی میگوی که چی که در دل هست خواهر جان بعد دادت برسن دستگیری کنن رو برای اکران گبزه انشالله بهترین دستگیری برای خودت کنن شوادین میزنم دارو میخورم نه بادین بهتر میشه برم نبرم ایجا در خونه تنگه دلت نفست میجه ها همه کسا در همین خونه خوبه ما اگر یگون صاحب کار پیدا شو میتونیم که در همین منزل زیستی شما را چپک نیم در همجای خونه خشروی کاندید سنیردار یا تلویزیون خشرو برای خطا یک خونه کاملتا جداگانه برای خطا کنیم که در سکوت بخونی و همه کارک تکنیم میفرم ها خطا یه جای کشود میفره که هوای تازه باشه تین باشه گودکا و غیرش نکنه خیلی جا میفره ها میفرم انشالله خیر این قدر نفر انشالله تماشا کردن ای همش احترامانه خواهش میکنیم همه کسایی که خاکی پوشون شیم دستگیری کنن حداقل یاسمی هم باشه برای ما بهترین ذره جمع شوه میگه دریاها بند شوه انشالله با این خاطر 1000 رحمت چون میگه که در حق دوام میکنن انشالله الکی در کته شما سوم پرتاتیسن آره ها ای قان شب زنه بدرو مخته بسیار عذاب نمیتیم دام بگی ما همراه پدر مادر یک صحبت میکنیم انشالله دعا میکنم که دفعه دیگر بیایم به یک چهره خندان به یک مهربانی بیایم این دفعه گریه ایتنه بلکه خنده خطا بینیم بگیم دوستان عزیز فلان روز جراحی خواهر عزیز ما مبلغ درکاری برای ما جمع شد دیگر برای دیگر چیز برای مادر پول در خونه صحیح حاضر فقط برای سلامتی خواهر عزیز همین خلاصه خواهر جان الله مشکل تو آسان کنه دم بگیر ان شاء الله با صحبت میکنیم دوستان عزیز به نزد پدر و مادر میریم همراه هرشون صحبت صمیمی را میکنیم از دردی که امروز در زندگی طول 20 سال در یک خانه توقعی که حتی در شریعتش هم درست نیست در دنیویش هم درست نیست که کودکات وقتی که سنش به بلاغت میرسه باید جای مثال پدر و مادر جدا باشه دیگه از حساب شرایط نرسیدن مجبورن که برای یکدیگر خواب کنن دیگر علاج نیست دوستان عزیز به همین خاطر دستگیری شما انشالله که زندگی پدر و مادر و خواهر عزیز خوب و بهتر میکنه دوستان عزیز حاضر همراه پدر عزیز صحبت میکنیم پدر عزیز باید بیا انشالله که بیا انا پدر اومد همراه شو صحبت میکنیم مرد بسیار وقت دل بوی نمیگه درد عذاب شو سلام علیکم اکا جان خوبین تنجین سلامتی خوب کمتر بلندتر گپ بزنید نام نسبتون عزیز مراد اکا مراجع ما با خواهش یک برادر دهاتی شما به نزد شما اومدیم حقیقتا در اول زندگی شما را دیدیم شاهد حال شدیم که در حقیقتا نیاز به دستگیری داریم اجازه هست ما کمتر همراه شما از سطح زندگیتون صحبت کنیم که چی احوال دارید اجازه هست چقدر که ما در اومدیم همراه دخترتون صحبت کردیم دیدیم در چه عذاب شد دیدیم با ما یکم بار دیدیم هر روز این عذاب در تجربه زندگی شما هست هر روزا میبینیم شما خودتون چیکار میکنید زندگی را چقدر پیش میبرین زندگی هم سنگو درست کردم هم درست کردم ماشین در سنگ باید میکنم ها چقدر روز کاری تو میتونی سر ماشین کار میکنی روز کاری در زندگی یگان حالتی میشه که زیخشین راه افتاده شین که با این پلی بار کردن با این عذاب شاید که سلامتی خودتون هم خوب نموشه بالای قدر کاری وزمین کردن چی کردن زندگی در خیلی نمیشه در فلسطین دیگر یگان جای دیگر کار نمیکنین اویلت هم کار نمیکنه خونشین هم خونشین ها یگان حالتوی میشه که یک زیخشین میشه به خاطر فرزند که میره یک جا پول میو مثال شرایط چه ساز میکنیم ما زیق میشیم برای فرزند زیق میشه خونه در خیلی کسال مدرش نیست زیق میشیم دیگر فرزندو در الحمدلله سازن خوبن میشه شکرانش حاضر انشالله که ما با روزگی اختون نوارا در یوتیوب حق پخش کردن داریم اجازت هست که برای سلامتی شما شاید که صاحب کرومیان ای احوالش با خبر میشوند مردم با خبر میشوند همه چیز یگان جای فند فریب شیطانی نیست هر چیزی که هست دکمنتوی دخترتون هم هست خونه که ما زندگی سیانکه کردیم خونه استقامتی ختونه حتی هم یک خونه توقه دیگرش در شما نیستن اوش مدانست اوش باید ای دیگر کسا نه با همه خاطر طول چند ساله در همین خانه زندگی میکنید 20 سال زیاد شد 20 سال زیاد شد انشالله که شاید بعد این نوار ما یگان سوپر یگان نفر پیدا شد دستگیری خوب هم برای فرزند هم برای شما کنه انشالله ناامید چیدن در کار نیست انشالله که همه چیز در دست پروردگار خچای
به همین خاطر میریم همراه مادر میشینیم صحبت میکنیم کارتاتون چی خلاصه پیشنهاد میکنیم ان بعدا دعا میکنیم که مردم چیکار کنه با عیادت شما بیا و دستگیری کنه. همین خلاصه اجازه هست یک بار دیگر وارد خانه شیم. اجازه هست. راستی مکه کارت داریم پدر جان مادر جان کارتا داریم. در نام نسب کیه نام نسب خودم. چیه نام فامیلا عزیز مراد. عزیزوف مراد کیویچ عبدالویچ. عبداللویچ. همین کارتی که ما در روی اکران میبینیم به نام نسب خودتون میبره یا خی کارت در دست خودتون با باوری گفتن میتونیم با کدام نامی رو پیوست کردگی 288 88 91 9103 ها دوستان عزیز اولا زنگ زنین نمره پسنی کار میکنه مادر جان ها ای خطونه ماشینیکا هم بیشتر یگون که باور نمیکنه پدر جان خیلی که ما گفتیم آمدن ما اولا به خاطر سلامتی دخترتون ما در مبلغی در کاری جمشید زبور محکم میکنیم دخترتون میگیریم ای اول تا آخر نوار میشوه باید ما مردم در ایشون تمپی رزولتات نی کار کردیم بالانسا بردن همه چیزا دا بعدا هم اجازت هست اخی مادر جان ان شاء الله همش میکنیم از مردم ناحیه مومن آباد احترامونه خواهش میکنم صاحبکارا نفرای خیرخواه این اوله میبینین نه با پول با همه چیز روزگار زندگی محتاجه برادرم چیزی که در زندگی همت میکنه از خوراک پوشاک لباس هر چیزی که در زندگی در کار میتونه بیاین دستگیری کنه نمره در روی اکران زنگ زنید دوستان عزیز ان شاء الله باوری دارم که صاحبکارایی که مومن آباد داره بعضی ناحیه ها نداره مردم بننگ بناموس بین پدر عزیز مادر عزیز دستگیری کنین امروز قناعت چیم درباره همیا مادر جان در آخر چی مراجعه داری به نفرانی که در کارت شما علاقه سنگشون گذاشتن دستگیری کردن امروز خداوند ما را سبب کرده نزد فرزند شما اومدیم ما از در خانه شما در اومدیم به یک امید کلان خوش آمدین خیر های مردم خواهش میکنم فرزند بیاردم کنن سلامتش سواز شود برای جراحی شکل برای جراحیش کنن خدا دخترم ساعت آیندهش خوب شود بله دختر بگه خدا که جون نقص شود بله انشالله امید داریم مادر جان دوستان عزیز هر کسی که در پخش مستقیمین یه لایک کامنت را دریغ ندارین نوارا با دوستو برای خودتون پدیده سکنین به خاطر چیه که گریه مادر عذاب پدرم میبینن یگان صاحبکار میاد بداد همین نو میرسه با خدا قسم پدر و مادر همه وقت جانش فدای فرزند میکنه ما مشکلتون آسان کنه دوستان عزیز بیاین بداد پدر و مادر برسیم خیر تا برنامه آینده